2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Haziran. Haziran. بیرجیک چی شده؟ اون کجا رفت؟ کیو داری میگی؟ حزیران کجا رفت؟ حزیران؟ نمیدونم اما با هم حرف نزدیم. چی شده؟ چیزی شده؟ بهش زنگ زدی؟ خاموشه. اومده اینجا سر زده؟ کی سر زده؟ حزیران کجا رفته؟ ندیدینش؟ حزیران کجا رفته؟ کجا رفته؟ لعنتی. پایراز اصلا زنگ نزد، هیچی بهتون نگفته؟ نه داداش اصلا داریم از تو میشنویم. آبجی حزیران یه نامه گذاشته و جزیره رو ترک کرده. عمو حسن حزیران اومده اینجا؟ آره اومد، با چمدون سوار شد و رفت. 2-3 ساعتی شده که رفته. مطمئنی داداش که اون حزیران؟ آره مطمئنم، با چشای خودم دیدم. ممنون. چی شده؟ آره برو خودتو خلاص کن از من اینجا تنهایی زندگی میکنم. درستش هم همین بود. آره برو، بهت خوش بگذره. بعضی وقتا نمیشه، بعضی وقتا باید بپذیری، بعضی وقتا 2 نفر نباید کنار هم باشن. تابستون تموم میشه، عشقم همونطوری تموم میشه. من مثل پرنده های مهاجر برگشتم به واقعیت. از این به بعد توی زندگی تنها، چون که بعضی وقتا واقعا لازمه کلن تنها باشی. میگن عاشقی یعنی گذشت کردن. بعضی وقتا باید بگذری. جنگیدن میشه یه سعی و تلاش الکی. بعضی وقتا وقتی نمیشه دیگه نمیشه، باید رها کنی. برای باز کردن یه صفحه جدید از زندگی همه چیزو باید پاک کنی. بعضی وقتا نمیشه، هر کاری هم بکنی چاره‌ای پیدا نمیشه.
بعضی وقتا باید غمتو توی قلبت دفن کنی برای اینکه بتونی دوباره شروع کنی، بتونی دوباره بلند بشی. بعضی وقتا نمیشه به کسی که داره میره بگی بمون، فقط میشه گفت خداحافظ. خداحافظ حزیران، مراقب خودت باش. Ne yapıyor öyle? Ne söylüyor? Ne bileyim baksana hostesler gibi acil çıkış kapılarımız önde arkada hareketler yapıyor bir şeyler. Öyle. Önce... بیرجیک، از دستم دلخور نباش باشه. آخه چطور میتونم ازت دلخور نباشم حزیران؟ تو بدون اینکه به من بگی معلوم نیست کجا گذاشتی رفتی. نمیدونم اصلا این روزا داری چی کار میکنی. باشه قبوله، به هیچ کسی چی نگفتی، ولی مگه من دوست صمیمیت نیستم؟ اگه نیستم خب بگو منم اینو بدونم. بیرجیک، اینقدر بیرجیک نکن. همه سراغ تو از من میگیرن. زینبم اومده داره با من دعوا میکنه، میگه کجاست؟ میگم نمیدونم زینب جان. میگه مگه میشه تو ندونی؟ دروغ نگو. خب من به مردم چی بگم؟ باشه درک میکنم، اما از رفتنت خوشحاله، اینش به کنار، اما ناراحتم شده. آخه نامم گذاشتی رفتی. نامه دیگه چه صیغه‌ایه حزیران؟ من نمیدونم. بیرجیک، تو اصلا نمیذاری توضیح بدم. بذار حرف بزنم. نمیذارم حرف بزنی چون تو مقصری. تو نبایدم اصلا حرف بزنی. حالا بگذاریم حزیران، کجایی؟ میدونم بازم عصبانی میشی، اما نمیتونم بگم. یعنی نمیتونی بگی؟ معلومه عصبانی شدم و میشم. یعنی چی آخه؟ ای بابا، میدونی عصبانی میشم، چرا بهم نمیگی؟ چون که میخوام تنها بمونم. باشه، ازت میخوام به هیچ کی چیزی نگی. تو هم از این بابت همش مجبوری توی عذاب باشی. همه میان ازت سراغ منو میگیرن، تو هم مجبور میشی که دروغ بگی. من به خاطر خودت این کارو میکنم، اینو بفهم. حزیران، من بیشتر نگران تو هم. دیشب پویراز دیدم داغون بود. آخه چی شده؟ شما دارین برای همین کارا رو میکنین؟ بیرجیک، مامانم پشت خطه. من قطع میکنم، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه؟ دوستت دارم. ممنونم که منو درک میکنی. واقعا درکت نمیکنم. مامان خواهش میکنم تو هم شروع نکن. شروع نمیکنم. خیلی تصمیم درستی گرفتی. درست یا نه رو نمیدونم. یه تصمیمی گرفتم و پاش وای میستم. استانبولی؟ استانبول نیستم. چی؟ کجایی؟ مامان میشه یکم راحتم بذاری؟ منم یکم آرامش میخوام. نگران نباش، خوبم. باشه، اما دیگه گوشیتو خاموش نکن. از نگرانی مردم. حزیران، به من باید بگی چی کار میکنی؟ این قضیه همینجا تموم نشده. شب حرف میزنیم. اوکی؟ باشه مامان. حزیران، دخترم هر جایی همونجا بمون. باشه؟ دیگه بر نگرد اینجا. هر جا باشی اونجا بعد از اینجا خیلی بهتره. باور کن دخترم. ببین، کار درستی انجام دادی. من بهت افتخار میکنم. باشه مامان، میبوسمت.
چی کار میکنی؟ منو تعقیب میکنی؟ جوری از خونه بیرون زدی نگرانت شدم. چرا گریه میکنی؟ همین جوری از رو دل خوشی. تو چرا گریه میکنی؟ از رو دل خوشی. همیشه زنه گریه میکنن یا من اینجوری فکر میکنم؟ میدونی حاضران رفت؟ تو چرا اینجوری هستی؟ به خاطر با تو؟ به نظر من هر کسی حق داره یه شانس دوباره داشته باشه، اما بعضی از آدما اینقدر بدن که هر کاری دلشون میخواد میکنن. اونا حق هیچی رو ندارن. ببین، من اگه بدون اینکه بدونم کاری کردم ناراحت بشی ازت خیلی معذرت میخوام. با تو پسریه که یه کاری میکنه دلخور بشی، اما فکر میکنم همیشه توی قلبش یه جایی برای محبت داره، یه نور و روشنایی تو عمق وجودشه. روشنایی وجود نداره. بدترین آدمیه که تو زندگیم دیدم دلش پر از سیاهیه. راست میگفت، حق با اون بود. من در مقابل اون خیلی پاکم. من انگار واقعا دوستش داشتم. واقعا دوستش داشتم. بعضی وقتا دوست داشتن اینجوری میشه، یعنی مجبوری جدا بشی، ازش بگذری. خداحافظی کردنم یه جور عشقه. مگه من دلم میخواست حاضران بره؟ منم دوست داشتم همیشه پیشم باشه، میام کنارم باشه، اما اگه قرار خوشبخت باشه باید بره اون سر دنیا. من تحمل میکنم، طاقت میارم، کافیه که آرامش داشته باشه. پس من کی قرار آرامش داشته باشم؟ من کی قرار حالم خوب باشه؟ من کی قرار خوشحال شم؟ واقعا کی نوبت من میشه که دیگه خیالم راحت باشه؟ خسته شدم. تو این کارو کردی. چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ چطور میتونی همچین کاری کنی؟ چجوری میتونی یه آدم رو بکشی؟ تو چجوری تونستی این کارو بکنی؟ واقعا میخواستی بایراز رو بکشی؟ تو میخواستی این کارو بکنی؟ وای باورم نمیشه. تو چجوری میتونی یه آدم رو بکشی؟ تو میخواستی بایراز رو بکشی؟ وای باورم نمیشه. آی قلبم، ای خدا. من تو رو، توی احمقو، من تو رو بوسیدم. تو هم منو بوسیدی. نبوسیدی. اینو تو درست کردی. تو درست کردی. پس چجوری این کارو کردی؟ من به چی فکر میکردم؟ تو به چی فکر میکردی؟ چطور تونستی این کارو بکنی؟ باتو، خواهش میکنم بگو تو نکردی این کارو. بگو من نکردم. بگو، خواهش میکنم. یا حداقل بگو کردی. بگو انجام دادی. خواهش میکنم یه چیزی بگو. باشه با تو بگو این کارو
وحشتناک تو کردی؟ یا اصلا بهم بگو بهم که دوستم نداشتی به خاطر همین این کارو کردی. بگو هیچ علاقه ای نداشتی لطفا. یه چیزی بگو لعنتی. این دیگه بازی نیست. این دیگه یه بازی نیست. اینو بفهم احمق بیشور. فهمیدی؟ باید مجازات بشی. باید جزای اینو پس بدی. باید مجازات بشی. بذار ببینمت. بس دیگه. بس نمیدونم باید یه کاری کنم. من باید یه کاری انجام بدم. این دیگه چیه؟ آروم پسر، آروم. الان میفتی روم. یکم آروم باشی میمونه. برو بالا دیگه، برو بالا. خدا میفتی رو. من مثل بچه ها پستونک باید بزنم تو دهنت. متاسفم برات گرگم. گفتم یه کمکی بکنی، همش داری قر میزنی. پیرزن شدی نکنه ما نمیفهمی. عمرن وگرنه به خدا ساندویچ بی گوشت میدم بخوری. گرگم یعنی چی ساندویچ گوشت؟ ها یعنی چی قربونت برم من؟ گرگم نمیبینی دختره چقدر ناراحته؟ حزیران رفته. ای دیگه بسه به خدا. خسته شدم. چه خبره؟ اون میره این میمونه، اون میره این میمونه، اون تموم میشه این شروع میشه، آشتی میکنن قهر میکنن، همه چی داغون شده دیگه. وقت نمیکنم با اتفاقا هماهنگ شم دیگه. به اینجام رسیده. منم همینطوره بابا. بس دیگه من میرم به کار خودم برسم. کارو بردارم. پس الان میخوای بری چاقالو خان؟ آره صادق. پس کارای این مغازه چی میشه؟ مگه خودت قرار نبود یه اوستای جدید بیاری کارای این مغازه رو تموم کنه؟ اصلا تو متوجهی من چند روزه نتونستم این مغازه رو باز کنم؟ بهت اعتماد کردم واقعا که. متاسفم برات. واقعا که چی شد؟ جواب بده. جواب کنین الان توضیح میدم. تو که اوستا بیازی تو از این مغازه بیرون کردی مگه نکردی؟ خب بقیه اوستا هم همینو شنیدن، نمیخوان هیچ کدوم با تو کار کنم. میفهمی؟ بیرون کردن چیه اصلا؟ کی شنیده؟ کی این حرفا رو زده؟ بیازیده بهشون گفته دیگه. تو این جزیره هیچکی نمیخواد با تو کار کنه. فهمیدم، خیلی خوب فهمیدم. همین الان بهشون نشون میدم. بیازید کجاست؟ منو ببر پیشش همین الان. زود من باید این پای شکسته چجوری حق تو رو ببرم؟ تو چه بیرحم شدی؟ نمیبینی حال منو؟ نمیفهمی؟ صادق گفتم همین الان. ای بابا گرگم تو یه کاری بکن. تو خدا. سلین جون من دارم میام. دقیقاً آدرسش کجاست؟ میشه آدرس رو برام بفرستی؟ چی داری میگی؟ نمیشنوم. سر و صدا خیلی زیاده. آره دیگه کلن ازمیرم. آره اصلا مهم نیست. واقعا اصلا مهم نیست. من نباید ناراحت بشم. واقعا که نه با تو نبودم. یه احمق بهم برخورد کرد. الو سلین صدات قطع میشه. نمیشنوم. الو باشه من دارم میام. باشه اونجا میبینمت. قطع میکنم دیگه. بای چی کار میکنی تو؟ چی کار میکنی؟ نمیبینی اینجا آبر پیاده است؟ من به این گندگی رو نمیبینی؟ چرا هی زرت و زرت بوق میزنی؟ ای بابا. براک مواد غذایی لازم رو خریدی؟ خریدم، همه رو اوکی کردم. باشه. حاضرم. ببخشید. این با خیر خیلی داره مسخره بازی در میره. هنوز 5 ماه وقت داشت. سلام. خوش اومدی. خوش باشی. صبح خیر پایراز.
صبح بخیر عمو علی، خیر باشه. اومدم حاضیران رو ببینم. اونقدر گفت از این گل به من بده کچل شدم. براش درست کردم و آوردم. ببینم کجاست. حاضیران رفته عمو علی. باشه پس وقتی برگشت بهش بده. خیلی آب میخواد، حتما بهش آب بده. اینم هدیه من، سلام برسون. باشه ممنونم. خواهش میکنم. یه انگشتر انقدر به یکی میاد؟ آخه یه آدم به یه آدم دیگه انقدر میاد ها؟ ما الان داریم از هم تعریف میکنیم یا من اشتباه فهمیدم؟ چی کار کنیم؟ از کی تعریف کنیم ای بابا؟ تو هم حق داری. ببینیم پایراز حاضیران چقدر شوکه میشن ها. شاید الگوی اونا بشیم. نظرت چیه؟ امیدوارم که بشه. صبح بخیر. چی شده؟ باغبونی رو شروع کردی؟ صبح بخیر بچه ها، چطوری پیش میره؟ چه خبرها؟ میترسم بپرسم ولی رابطم با مادرم خوبه، باهاش آشتی کردم. پدرم پدر خودم نبوده، حاضیرانم رفت. چی؟ چی؟ این خبرای من بود. از شما چه خبر؟ داداش تو دونه دونه تعریف کن ببینم چی شده. نمیخوام دونه دونه تعریف کنم، حتی نپرسید. مامانم یه چیزایی گفت درک کردم، یعنی سعی کردم درکش کنم. آشتی کردیم، بغل کردیم همو. پدرم پدر خودم نبوده، یکی دیگه بوده، یه کثافت عوضی. ولی مهم نیست. یعنی مهم هست اما کاری دیگه میشه کرد؟ نه، یعنی نمیتونی واقعیت رو تغییر بدی. فقط یه چیزی تغییر نکرده، اونم اینه که من بازم اینجام و تنها. بازم مثل قبل ستایی موندیم. در مورد حاضیرانم نپرسین، نمیدونم کجاست و نمیخوامم بدونم. از کسی هم نمیپرسم. همه چی مثل قبله. انگار برگشتیم به تابستون اول. همه چی خیلی خوشگل و آرومه. یعنی همه چی جوریه که باید باشه. یه کاری کن. تو با خیال راحت نشستی جلوی من میگی من زدم رو دست اوستاهای جزیره، آره؟ به من میگه خوب شد. تو دعوای هم میگن. دلیل جنگ جهانی هم همین بوده دیگه. قشنگ گفتم. تو دیروز منو بی‌آبرو کردی. آره. از مغازه بیرون کردی. آره کردی. منم این وضعیت رو به اوستاها گفتم. گفتی و الان داریم در مورد همون حرف میزنیم. تازه به سرعت جت بهشون گفتی. بیا جت. که بانه من گفتی. کاریش نمیشه کرد. حالا اگه میتونی اوستاها رو پیدا کن. ولی نمیتونی. نمیتونم صادق. نمیتونی بجیک جان. خودم درست میکنم. باشه خیلی هم خوب. ولی نمیتونی. بازم میگی نمیتونم صادق؟ نمیتونی بجیک جان. از استانبول اوستا میارم. منو نخندون. اگه میتونی بیار ولی نمیتونی بیاری. به این خانم یه چایی بدید یکم آروم بشه. هرچی میخواد بهش بدید. فکرت داداش یالا. به حساب من ازت چایی نمیخوام آقای نسبتاً محترم. من ماکیاتو خوردم. چیچیاتو؟ ماکیاتو. اون چیه دیگه؟ تور ژاپنیه؟ اینم بانم بزن. خیلی خوب بود. با منم بزنی. من خیلی از این خوشم اومد به خدا. خیلی مرده، خیلی خیلی. خود امپراتور باور کن. ببین منو اسب سفید میای مغازه منو هر چیزی که لازم باشه درستش میکنی. من شبیه دخترای اینجا نیستم. نه نیستی. از 10 متری مشخصه. خوبه پس آنالیزم میکنی. فقط به یه شرط میام مغازتو 2 روزه تموم میکنم. چه شرطی؟ چراغم بشی. ای واقعا؟ آره. زود باشید بریم. صادق گرکم. خب چی کار کنم؟ امتحان داره. کسی نیست به هم کمک کنه. تو کمک میکنی و هرچی گفتم انجام میدی یا خودت میدونی مغازت همین جوری ضرر میکنه. آخه چقدرم که تو دل نازکی عزیزم.
موفق باشی. با پای خودت برمیگرد. گیف جو بر نداشتی؟ بده میبینمت. میبینمت گورکم. یعنی ببین خیلی بانه این زیتون ترشیده مزهش عجیبه. همه چی تموم شده فقط زیتون ترشیده مونده نه زینب؟ من یکم عجیبم. بایدم عجیب باشی، دخترت رفته عادی نیست. به خاطر اون نیست، یعنی هست. ای بابا بی خیال من. تو چته؟ مدرسه نهیر. چی شده؟ پول دیگه. دختر مگه نگفتی بورس گرفته؟ چرا ولی 75%. 25% چقدر میتونه باشه؟ بیا ببین. مگه داریم مدرسه رو میخریم؟ به چند باید ضرب کنی؟ به عدد بزرگ زینب، خیلی بزرگ. میدونی دلم الان چی میخواد؟ همه جا تاریک شه و یه طوفانی بیاد که کسی نتونه جایی بره. آخه مامان چرا باید همچین فلاکتی به بار بیاد هان؟ چرا مامان؟ چرا؟ صبح تو هم بخیر دختر خوشگلم. به نظر منم امروز روز خوبیه. خاله حزیران بر میگرده؟ نمیدونم، انشالله که بر نمیگرده. خیلی رو مخی خاله. خودت رو مخی؟ مامان مشکلی پیش اومده؟ نه چطور مگه؟ منتظر خبرمان. قبول میکنیم مگه نه مامان؟ یعنی من تو انگلیس درس میخونم؟ البته که میری. خبری بهتر از این مگه هست؟ البته که میری اونجا. یعنی اگه پولش زیاده خب. این چه حرفیه نهیر؟ تو به اینو فکر نکن، بسپار به من. تو برو تو هتل سر کار خودت. به اینا اصلا فکر نکن دختر خوشگلم. برو زود باشه. باشه من رفتم فعلا. خدافظ. خاله ببین چی میگم. یه جورایی خیلی شبیه منی ها. تو هم یه روی دیگه ای داری، بهش فکر کن. ای خدا، اینم که همه چی میدونه. خونه رو میفروشم. این خونه رو چاره دیگه ای ندارم. صبر کن، انقدر تو تصمیم نگیر. چی کار میکنی؟ اومدی اعتراف کنی؟ بازم سکوت میکنی. بدبخت ترس. بازی در میاری؟ هنوز داری با همه ما بازی میکنی؟ ما رو مسخره میکنی؟ واقعا باریکلا شاهزاده، آفرین. یه چیزی بهت بگم. من اگه جای تو بودم خیلی زود از اینجا فرار میکردم، چون یکم دیگه قرار دستگیر شی. بیچاره. باورت کرده بودم. بیا تو. بابا ایدی چی شده دخترم؟ من میدونم کی با پویراس تصادف کرده.
دختر، ماها تو جزیره چی کار میکردی؟ مگه دختر جزیره ای دختر شهری؟ وضعشو ببین، موهات حتی پوستت هم بهش رسیدگی نشده، دستات فوراً به مانیکور نیاز داره. ببین این دخترو، نگاش کنی؟ نه اونجا همچین جایی نیست. یعنی نیازی نیست که این کار انجام بدیم. ما چون توی استانبولیم اینطوری فکر میکنیم. مگه میشه؟ مغزت رو بعد شستشو دادن. اگه بخوای یه لباس نمیتونی بخری، کار نداری. نه فکر کن یه تابستون طولانی سپری کردی، دیگه روی خودت تمرکز کن. منم همین کارو میکنم. برای همین نرفتم استانبول، اومدم ازمیر. ازمیر هم کوچیک‌تره هم از جزیره دوره. ما هم هستی، دخترام اهل اینجا. منو میچرخونه. تازه دوری از استانبول برای منم خوب شد. این پسر پایراس کی بود؟ عکسشو نشون بده. نه جونم، نیازی نیست، تموم شد رفت دیگه. کنجکاوی مگه نه دخترو؟ نشون بده دیگه، حالا چی میشه؟ بده ببینم. خوش تیپه. آره به نظرم خیلی خوشگلاره. حالا هرچی. اهل جزیره است دیگه، یه بی سواد دیگه. میدونم از دستم عصبانی میشی ولی دوست حرف تلخو میزنه. بالاخره زندگی روستایی دارن، هر روز همون چیزا، نه هنری نه هیجانی، الکی همونجا قدم میزنه. تو نمیتونی کار پیدا کنی، آسون که نیست. اگه کمک ما رو بخوای نمیتونیم کمکت کنیم. خب باید پارتی پیدا کنی. به نظرم حیف شد کارو باره تو ول کردی رفتی دنبال یه آدم بی خود. الان میگی برگشتم، ولی اینجا همه چی خیلی تند پیش میره. 5 ماه هم که رفته باشی عقب میمونی. ارزششو داشت؟ خیلی داشت، ارزششو داشت. خوب شد که رفتم و زندگی کردم. چه بد چه خوب همشون ارزش داشتن. باشه، در ضمن کسی اونجا بی سواد نیست. باشه، برعکس همه خیلی باهوشن. منم به خاطر پیش داوری روز اولی که رفتم اونطوری فکر میکردم، ولی به مرور زمان از خودم خجالت کشیدم، همونطور که از شما خجالت میکشم. شما ذهنتون بسته است، مغزتون همه خالیه. به خاطر دود بنزین همتون مسموم شدین، همه رو کوچیک میبینین به غیر از خودتون. در مورد جایی که نرفتید و ندیدید و نمیشناسید از دور قضاوت میکنید. چی میگی تو دختر؟ عزیزم خوب شنیدی که چی گفتم؟ همتون خوب شنیدی. حریص شدی مگه نه؟ همتون هرسی شدین چون خوب میدونید که راست میگم. همش سعی میکنید نادونیتون رو زیر آرایش مخفی کنید، اما نمیشه. اومدنی شک داشتم، گفتم حتما به تفاهم نمیرسیم، اما در این حد انتظار نداشتم. میدونید این یه چیز دیگه است، واقعا عجیبه. میدونید به این چی میگن؟ این خود حماقته. تبریک میگم بهتون، واقعا بهتون تبریک میگم. این دیگه کی بود؟ واقعا هیچ نفهمیدم. بفرمایید. صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری پسرم؟ حاضیران واقعا رفته؟ تو چیزی نیاز نداری؟ تو اتاقت راحتی؟ نه خوبه. مادر بزرگ. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر، خوش اومدی. خیلی خوب شد که اومدی مادر بزرگ. من میخواستم با تو حرف بزنم. این هنوز اینجاست. این زنه رو بفرست بره، بعد حرف میزنیم. مادرمو؟ تو بهش میگی مامان؟ آره، چون که مادر منه. تو هم مادر بزرگ عزیز منی. ببین مادر بزرگ، تو منو بزرگم کردی، به این سن رسوندی. میدونم که بیشتر از پسرت منو دوست داشتی. با اینکه میدونستی بابام بابای واقعی خودم نیست، منو به عنوان نوه خودت قبول کردی. بس همه چیو برات تعریف کرد. پایراس، من هر کاری کردم به خاطر تو. مادر بزرگ، نیازی نیست چیزی رو توضیح بدی.
من خیلی هم از تو ممنونم. میدونی اصلا نذاشتی جوری دیگه ای حس کنم. منو جزو خانواده خودت دونستی. عزیزم تو خانواده منی، تو خانوادم، تو نوه عزیز منی. باباتم تو رو به عنوان پسرش بغل کرد. من تا آخر عمر مامان بزرگ تو هم. مادر بزرگ، نمیخوام که بین تو و مادرم خصومتی باشه. باش، حالا که تو اینجوری میخوای باش. بوراک، برای مادر بزرگ و مادرم یه صبحونه عالی حاضر کنید. باشه حتما. شما صبحونه بخورین و حرف بزنین. من خیلی کار دارم، باید برم. حاضیران دیشب یه نامه گذاشته رفته. آخ یه روز خوش به پسرم نشون نداد. انگار همه صف وایسادن پسر منو اذیت کنن. تازه از اون لات دفاع هم میکردی. بیا داخل. ببریدش. ببریدش. خدای بزرگ. به پویراز زنگ بزنیم زود بیاد، به نظرم بهتره. باشه. چراغ. اوف چیه؟ برو از دستشویی یه سطل آب پر کن. شیطونه میگه بگم مغازه رو ول کنی و بریا. قر نزن، زود باش، کم حرف بزن، زیاد کار کن. یالا. باشه ولی خیلی بوی بدی از اونجا میاد. جدی؟ متاسفانه اسانس توت فرنگی ندارم ولی قول میدم سری بعد بیارم. گفته بودی چند روز طول میکشه تموم بشه؟ اینطور که تو پیش میری اصلا تموم نمیشه. وضع منو ببین تو رو خدا، از اون سر دنیا بیا اینجا سطل آب پر کن. نمیدونم چی بگم. اوف، غذا هم اومد. بفرما نوش جونه. چراغ بیا اینجا. چراغ بیا غذا رو آوردن. میشه حساب کنی؟ من باید حساب کنم؟ پس من زود باش. وضعیت منو که میبینید، من بعدا میام تو مغازتون حساب میکنم. ممنون. زود باش، برو دستاتو بشور. دستامو خیلی شستم ولی نمیدونم چرا تمیز نمیشه. تو ضد عفونی کننده نداری؟ نه ولی توی کیفم ماسک صورت داشتم. خواستی بعد از غذا به پوستمون برسیم. نظرت چیه؟ زود باش برو، غذا سرد میشه. چراغ همه چیزم میدونه. تو منو چی فرض کردی؟ چی سفارش دادی؟ حدس بزن چیه؟ از کجا بدونم؟ حتما یه سالادی چیزی. سالاد چیه؟ مگه با سالاد شکم آدم سیر میشه؟ لاهماجون تند با پیاز زیاد. لاهماجون؟ آره. یکم سبزی بزنم، یکم لیمو،
اینو میپیچونی بعد اینو اینجوری میخوری. آخه اینجوری که نمیشه، ناخنای مانیکور شده من روغنی میشن، خیلی بده. ببین اینجوری میذاری باشه، یکم سبزی، یکم لیمو و لقمه میکنی و میخوری. چی شد؟ خیلی تنده، دارم میسوزم. آخه این دیگه چه غذایی بود؟ باشه آروم باش. چرا داری هم میزنی؟ بده ببینم. سوختم. الهی. شما مطمئنین؟ آره، خیلی آروم بود، بدون اعتراض رفت داخل. داریم دوربینا رو چک میکنیم، همه جا رو میگردم، ماشین رو پیدا میکنیم. توی بازداشتگاهه؟ من برم باهاش حرف بزنم. مطمئنی پسرم؟ به نظرم فکر خوبی نیستا. ارزش نداره پویراز، هر طور بشه مجازات میشه. حالا که اعصابتو خورد نکن به نظرم. نه، من باید باهاش حرف بزنم. اونجاست. ممنونم. یکی از عوضی ترین آدمایی هستی که توی زندگیم دیدم. بیچاره ترین، پست ترین و بی ارزش ترین. بازم میتونم بگم تو بدترینی، بی لیاقت ترینی. اما به اندازه نیستی که بخوای منو با ماشین بکشی. جسور نیستی. در ضمن خیلی عجیبه این حرفو بزنم، اما توی وجود خودت یه بچه ای رو از دست دادی. شایدم نیست، نمیدونم. شاید این حرفم ناشی از باور تموم نشدنی من به انسان هاست، اما من باور ندارم. در حقیقت میخوام که باور کنم. وای پویراز، فکر میکنم اگه بلایی سرت بیاد میمیرم. خیلی میترسم. ببخشید. مهم نیست. تو خوبی؟ پویراز، میدونی که هر اتفاقی بیفته ما با هم دوستی. ممنون که پرسیدی. ببینم با تو حرفی زد؟ نه، حرف نزد. چیزی نداره بگه. کجا میری؟ میری دنبال حاضران بازم؟ مضطربی؟ نه نیستم. پاهاتو میکوبی رو زمین. ممنونم. رزومتو نگاه کردم. تو همون دختری، همون که رفت تو تلویزیون داد و بیداد کرد و آبروی دویگونو برد. من چیزی که لایقش بود و بهش دادم. البته تبریک میگم. اینو نمیدونم این اخلاق چقدر برای یه شرکت مناسبه. وقتی این کارو میکردم با اون کار نمیکردم. بله البته میدونم. در ضمن اونجا هم اگه کار میکردم بازم همین کارو میکردم. پشیمون نیستم. ولی عملیاتو تموم نکردی. این عملیاتی که شما ازش حرف میزنین
به زحمات انسانهای بیگناه آسیب میرسوند. مضطربی؟ چرا شما از وقتی اومدم اینجا نشستم به من میگی تو؟ ببینم دوست داری چی بگم؟ شما چطور آدمی هستین؟ نمیتونم درک کنم. چطور میتونین انقدر گستاخ باشین؟ فوقش میخواین کار بدین دیگه ها؟ یه کار خب مگه چیه؟ دنیا توی دستاتونه. شما جاودانه هستین. شما انسانی. بیرون راهنمایی کنم. از این نظم و رفتار شما متنفرم. حق ندارین با کسی اینطوری رفتار کنین چون میخواین بهش کار بدین. برای همین نمیتونم تو رو استخدام کنم. پرخاشگری. هر جا که میری اونجا رو به هم میریزی و مشکل ایجاد میکنی. من مشکل درست میکنم نه؟ همتون عادی هستین، فقط من مشکل دارم. کار و زندگیتون بخوره تو سرتون باشه. البته اگه اهمیتی داره. دستتو بکش، خودم دارم میرم. حق داری عزیزم، از اینجور آدما زیادن، ولی حتما بینشون آدم خوبم هست. تو یه وقت منصرف نشی ها زیران باشه. الان استانبولی؟ نه نیستم. ول کن. کجام بیرجیک؟ بیرجیک از شلوغی سرم داره گیج میره. اعصابم خورد شده، نمیتونم عادت کنم. نمیدونم چرا. خیلی خب گریه نکن دیگه. خب نه گریه نمی کنم، ولی صبح دخترها الانم این. یعنی نمیدونم دیگه قراره چه بلایی سرم بیاد. بیرجیک چی شد؟ وای معذرت میخوام. ببخشید شما رو ندیدم. ببخشید. اصلا مهم نیست. شما خوبید؟ برای دخترتون بود. اگه اینجا بود کیکو با این وضع میخورد. خیلی دوست داره. ببخشید من باید یه کیک جدید براتون بخرم. نه اصلا نیاز نیست. واقعا زحمت نکشید. تولدش بود؟ نه، هر سه شنبه براش کیک میخرم. اگه نخرم قهر میکنه. برای همین این بازی تموم نشد. ببینید لطفاً به خاطر من بدون کیک نمونه. من اینجا رو نمیشناسم. اگه کیک فروشی هست من یه دونه جدید براتون بخرم. باشه. اونجا یه کیک فروشی هست، میتونیم از اونجا بخریم، ولی زحمت نکشید. نه مگه میشه؟ تو رو خدا ببخشید. معذرت میخوام. مهم نیست. یعنی من هنوز ازمیر رو بلد نیستم متاسفانه. باشه. ازمیر چی شده؟ بیا ببین داداش، باید ببینیم. هتلایی که به عنوان بهترین هتل انتخاب شدند. هتل شما لایق جایزه بهترین هتل ما هستش. ازتون خواهش میکنیم که قبول کنید که توی مراسم اهدای جوایز و میهمانی ما با افتخار شرکت کنید. خیلی خوب شد مگه نه؟ نمیدونم، حتما خوبه دیگه. باید بریم یعنی؟ کسی هست که بخواد بره؟ تو بری خیلی خوب میشه، یا مثلا آبجی حاضران، یا اینکه با هم دیگه برای گرفتن جایزه بری. شما باید برید دیگه داداش. پس کی باید بره؟ با تو بره؟ خب با تو توی وضعیتی نیست که بتونه بره. از اونجایی که منم نمیرم پس قضیه تموم شد. سلام، خوش اومدین. سلام. خوش باشید. خب دخترتون کیک چه طعمی دوست داره؟ شما چه طعمی خریده بودی؟ والا نمیدونم، چون هر هفته تغییر میکنه. هفته پیش موزو خیلی دوست داشت، این هفته نفرت داره. خیلی خب، پس موزی بر نمیداریم. به نظر منم بر نداریم. من ریسک کرده بودم خوب نشد، بعد قهر میکنه. نظرتون چی از مادرش بپرسیم؟ نپرسیم، چون خیلی از من خوشش نمیاد. اگه خوشش میومد منو ترک نمیکرد. باز میگم معذرت میخوام، متاسفم که اینو میشنوم. من دیگه میخندم به این چیزا. زندگی جریان داره، دخترم هم پیش منه، این از همه مهمتره. مشخص پدر خوبی هستی. پس توت فرنگی باشه، یعنی خب آخه همه توت فرنگی دوست دارن. آره دقیقاً. روشم لطفاً بنویسین دختر عزیزم. اسمش چی بود؟ لیلا. اسم مورد علاقمه. شما؟ بله. چرا تعجب کردید؟ همه تعجب میکنن، ولی من خیلی دوست دارم. یعنی همینطوره. منم حاضرانم. کوتاهی هستم، منم خوشبختم. بفرمایید. خیلی ممنونم ایزی. خیلی لطف کردید، ممنونم. من ممنونم. بازم معذرت میخوام، ببخشید. گفتید غریبه اید؟ کجا زندگی میکنید؟ اهل استانبولم، اما یه مدت توی جزیره کلانگیج زندگی میکردم. جای خیلی قشنگیه، آب و هوای تمیز داره، آدمهای خوب داره. خیلی میرم اونجا. بله خیلی جای قشنگی. اینجا کجا میمونید؟
این اطراف یه هتل است، فکر کنم اسمش آرسال بود. اونجا میمونم. میشناسم، منم اونجا میمونم. جای خیلی قشنگیه. که اینطور من برای کار اومدم اینجا. آخرین بار هتل داری کردم. تو بخش گردشگری کار میکنم، یعنی اومدم کار پیدا کنم، اما راستش فکر نمی کنم بتونم پیدا کنم. آره بفرمایید نمسی. خیلی ممنونم. بفرمایید. تو رو خدا منو ببخشید. خیلی ممنون، لطف دارید. فراموشش کنیم. توی موضوع کار میتونم بهتون کمک کنم. ای بابا قد من نمیرسه. میرسه، چیزی نمیشه. دارم تعادلمو از دست میدم. چیزی نمیشه. یه موقع میافتم. نمیافتی. افتاد. خوبی؟ چطوری؟ آخه چرا من یه شاهزاده سوار بر اسب سفید ندارم که وقتی میافتم منو بگیره؟ اسب سفید نه، ولی بخوای بیازیت هست. شوخی نکن دیگه تو هم. تو واقعا خوب نیستی؟ چیزیت که نشد. ولی شاگردی اینطوریه، باید زمین بخوری تا یاد بگیری. من دیگه نمیخوام زمین بخورم، خیلی زمین خوردم. دیگه میخوام سر پا بشم یا میخوام یکی دستمو بگیره و بلندم کنه. پس پاشو. زمین سرده، سردی میکنی. زود باش پاشو. مگه من از این لحاظ میگم تازه سردی چیه؟ یه چیزی گفتم، حالا ولش کن. چی میگی؟ بگو، گوش میدم. ببین من یعنی برای اینکه این مغازه رو باز کنم کل دوستان بهم کمک کردن، ولی بابام کمکم نکرد. خب من یه مسئولیتی در قبال دوستام دارم دیگه. میخوام خودم رو بهشون ثابت کنم. میخوام بگن بیرجیک تونست و موفق شد. بیرجیک موفق میشه؟ بیرجیکی که توی زمان کم شناختمش از پس همه چی برمیاد. تو کی منو نمیشناسی؟ راست میگی. آشنا بشیم. اصلا آشنا نشدیم. من پرنس بیازیت هستم. بس کن دیگه تو هم. کم مونده بشینم زار زار گریه کنم. باشه پاشو، هنوز کلی کار داریم. گریه مریه نداریم. کارمون رو تموم کنیم با هم گریه میکنیم. منم خیلی وقت گریه نکردم. فکر کنم 2-3 سالی میشه که گریه نکردم. خیلی دلم تنگ شده. خب زود باش پاشو. اوی دستم خیلی درد میکنه. میدونی چی کار کنیم؟ تو استراحت کن، امروز خیلی کار کردی. من از این به بعدشو حل میکنم. باشه ولی بیکار نمون. وقتی دارم کار میکنم آهنگ بخون، داستان تعریف کن، یه کارایی بکن. آره اونو بردار بشین اونجا. تعریف کن. درس میخونی؟ دانش آموزی؟ کلاس چندمی؟ چه دانش آموزی؟ من خیلی وقتی که فارغ التحصیل شدم. بعد از فارغ التحصیلی من میخواستم یه کاری را بندازم، ولی خب یه سری اتفاقات افتاد که نشد. یعنی قسمت این بود دیگه. به نظرت قضیه یه انگشتر رو یه مدت عقب نندازیم؟ هیچ کس اصلا متوجهش نشد، با اینکه از صبح توی انگشتمه. کسی حال و حوصله نداره. خب آره بهتره فعلا به کسی نگیم. کسی به ما چیزی نمیگه که. ما هم که نگیم چیزی نمیشه. ببین داداش، مگه ما دوستای صمیمی نیستیم؟ چرا هستیم؟ اما شما دوست دختر دوست پسر شدیم. مگه من اونو میگم؟ در مورد هیچی حرف نمیزنی؟ نمیگی چه بلایی سرت اومده؟ صبح گفتم پسر دیگه، باید چی بگم؟ تعریف نکردی، گفتی. بعد میفهمم با تو با ماشین زده بهت. قصد جون تو کرده، بعدم انداختنش زندان. چی؟ باشه ولی چیز مهمی نیست عزیزم، تموم شد رفت. یعنی چون تازه این اتفاق افتاده نتونستم بگم. تازه فهمیدی نتونستی خبر بدی، ولی اینجا با خیال راحت تو حیاط داری باغبونی میکنی. گفتیم با تو چیکار کرده؟ باشه چیزی نشده دوستان، زیادش نکنین دیگه. تازه شما چرا یهویی جمع شدین؟ چون که تو هر کاری دلت میخواد میکنی پویراس. اصلا خوب به نظر نمیرسی. جوری رفتار میکنی انگار تحت تاثیر قرار نگرفتی. ولی دل تو دلت نیست. ما به عنوان دوستای صمیمیت میخوایم کمکت کنیم. من نیازی به کمک ندارم. من خیلی هم خوبم. نیستی پویراس؟ نیستی. دوستان شما سعی دارین چیکار کنین؟ ها؟ من واقعا نمیفهمم. من کاملا خوبم، به زندگی خودم دارم ادامه میدم. نه پویراس، تو ادامه نمیدی. خیرم.
ببینید کم کم دارم عصبانی میشم. داداش این اتفاقایی که واسط افتاده اصلا نرمال نیست. هیچ کس تحمل این اتفاقاتو نداره پایراز. تو باید یه عکس العملی، یه واکنشی از خودت نشون بدی. چی کار کنم آلپر؟ بشینم گریه کنم؟ اینو میخواین؟ فکر خوبیه، به نظرم فوق‌العاده است. آره بزنم همه جا رو داغون کنم؟ شما اینو میخواین؟ ببین برو یه جایی رو داغون کن، به هم بریز، خودتو تخلیه کن پایراز. به خدا که خیلی کارا میشه کرد. حتی برو ازمیر داداش پایراز. تازه مراسم اهدای جایزه هم هست، آب و هواتم عوض میشه ها. چه مراسمی ها؟ هتل جایزه گرفته دیگه، جایزه بهترین هتل. حتی داداش پایراز هم به مراسم اهدای جایزه دعوت کرده. یعنی این خبر به این خوبی هم به ما نمیگی؟ این 3-4 دقیقه پیش اتفاق افتاد. من چطوری همه چی رو بهتون بگم؟ حسابی مسخره بازی در آوردینا. باشه بگو دلم واسه حاضران تنگ شده، بگو حالم خیلی بده، مام ولت میکنی. ملیسا من چرا همچین حرفی بزنم؟ عقلتو از دست دادی؟ داداش برای بار سوم هتل رو تمیز کردی، مدام جای گلدونا رو عوض میکنی، یه کمی دست نگردار. اینقدر دست رو دست نذار داداش پایراز. تو برو ازمیر، آبجی حاضرانم حتما اونجاست. به نظر من رفته استانبول. هنوزم دقیقا نمیدونیم کجاست. جواب تلفن منم نمیده. میدونین نظر من چیه؟ آبجی حاضران فکر میکنه داداش پایراز برای مراسم میره اونجا. داداش پایراز هم فکر میکنه آبجی حاضران برای مراسم اهدای جایزه میره اونجا. بعدش توی مراسم اهدای جایزه همدیگه رو میبینن و داستان به خوبی تموم میشه. یعنی ممکنه توی ازمیر باشه؟ راستش ممکنه باشه. بیرجی کم نمیدونه. والا که دارم به شما میگم آبجی حاضران حتما توی ازمیره. داداش پایراز خواهش میکنم تو هم برو ازمیر دیگه، خواهش میکنم برو دیگه. داداش من تو چرا انقدر بی‌رحمی؟ یه کاری بکن، یه حرکتی نشون بده. همینطوری وایسادی نگاه میکنی داره التماس میکنه. آخه تو چقدر بی‌رحمی؟ کافیه. ببینین من از این جزیره بیرون نمیرم، حالم خیلی خوبه و دلم واسه کسی تنگ نشده. تموم شد و رفت. اذیتم نکنین خواهش میکنم. کسی هم اسم حاضران پیش من نیاره. آفرین به تو داداش پایراز، آفرین. اوف. سلام خانم، خوش اومدی. سلام به شما. 17مین مراسم اهدای جایزه منطقه. لیلا جون ببین کیک تو رو این خانم انتخاب کرد. وقتی شب دیدی تو هم خیلی خوشت بیاد. سلام من حاضرانم. موزیا توت فرنگی جواب. لیلا جون توت فرنگی. آبانی. توی امتحانش قبول شدین. از شما خیلی خوشش اومد. کار سختی که تو این شهر غریب یه زندگی رو از نو بسازین. نمیتونید بفهمید به کی باید اعتماد کنید. واقعیت فکر نمی کنم بتونید به من اعتماد کنید، ولی این یک کمی به زمان بستگی داره، به صورت متقابل. ولی من ترجیح میدم به شما یک پیشنهاد کار بدم و بهتون اعتماد کنم. اگه چیزی که توی رزومتون نوشته شده باشه درست باشه، تحصیل و شغل عالی داشتین. اخیراً یک کمی از کارها فاصله گرفتید، ولی به نظر من زود عادت میکنین. منم واقعا به همچین متخصصی نیاز دارم. اگه شما بخواین توی مراسم امشب شما ما رو و ما هم شما رو بشناسیم. بعدش میتونیم کاملا جدی حرفامون رو بزنیم. توی این مدت زمان میتونین کاملا رایگان توی این هتل بمونید. خب خیلی ممنونم، شما یهویی به هم پیشنهاد کار دادین، اما نمیدونم هیئت مدیره در این باره چی میگه. من نمیخوام شما رو توی شرایط سخت قرار بدم. حاضر خانم، اسم من کوتای آرساله. توی این هتل کسی بالاتر از من وجود نداره که بخواد تصمیم گیری کنه. شما؟ من صاحب این هتل هستم، صاحب این هتل و بسیار از هتل‌های خارج از کشور. میتونم از شما یه روز وقت بخوام که فکر کنم؟ اگه میخوای 2 روز باشه. راحت باشی. ممنونم. میدونین نظر من چیه؟ آبجی حاضران فکر میکنه داداش پایراز برای مراسم میره اونجا. داداش پایراز هم فکر میکنه آبجی حاضران برای مراسم میره اونجا. بعدش توی مراسم اهدای جایزه همدیگه رو میبینن و داستان به خوبی تموم میشه ها. سلام شب خوش. سلام شب خوش. فکر میکنم کارتم مشکل پیدا کرده، در باز نمیشه. یه نگاه بندازم. بفرمی. ممنونم. خواهش میکنم.
Bana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısınlar dünyanın. Bir kör oğlu bir ayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.